سلام بچه، خوش اومدید به اولین ویدیوی من. ام، قبل از اینکه حالا جنگ بشه، من قرار بود که استریم بیام، ویدیو بسازم، ویدیوهای گیمینگ. تمام قرار بود یه سری کارا انجام بدیم که نشد، یعنی خوردیم به بحران جنگ و مکافات و اینا. حالا الان که نتا به صورت درست کردن و حالا یه ذرم نیمه ملیه، کامل ما نمیبینیم بچه، وگرنه که تو بازی همه میتونستن برن. برای کسایی که حالا من دیده بودم چند جا، من توی استریم های مثلا فرهنگ جات و سامسوبری و اینا رفته بودم، دیدم که یک سری تو چت نوشتن که مثلا ما با کنسول چجوری وصل بشیم. امروز اومدم که با کنسول وصل شدن داخل وارزون یا بتلفیلد یا هر بازی آنلاین دیگه رو بهتون آموزش بدم با یک هزینه بسیار کم. البته کم و مناسب دیگه، با هزینه 610 هزار تومن میتونید این کار رو انجام بدید. ابتدا برای اینکه اول حالا باید یه سری کارا انجام بدید که من بهتون آموزش میدم داخل تصویر. اول وارد کرومتون میشید با استفاده از نرم افزار و سایت، به اصطلاح سایت گرابوستر، و اینکه میتونید از طریق گرابوستر بازی هاتون رو انجام بدید. اول وارد سایت گرابوستر میشید از طریق حال کروم، اولین سایت که میاد براتون گرابوستر. اینو واردش که بشید، ابتدا اولین هم دارم براتون توضیح میدم. میایید وارد سایت گرابوستر میشید و شما اگر با بازی گوشی هم میتونید بکنید باش. حالا من براتون توضیح میدم در ادامه. ببینید الان چند تا کارت داره، کارت فروش داره. مثلا اولیش نمیشه گرابوستره، یک ماهه، کامپیوتر و کنسول. اینو شما میتونید باید خریداری بکنید. اگر بر موبایل هستی که اشتراک گرابوستر نسخه موبایل شما باید بگیرید دیگه. اول حالا هر چند ماهای مختلف و قیمت های مختلفی هم داره این، چند نوع کارت داره. و اینکه اولیش اشتراک گرابوستر نسخه کامپیوتر و کنسولش رو میگیرید، میخرید، ایمیلتون رو میدید، ایمیلی که باش کار میکنید و براش چیز میاد، ایمیل میاد، باید بهش بدید، ازتون میگیره. برای خرید باید بدید، این کار رو حتما بکنید. موقعی که خریدید یک کد بهتون میده همونجا، همون صفحه اول، یا اگرم نداد جیمیل میکنه براتون. خب کد رو براتون ایمیل میکنه. حالا اگر این کار که کردین تمام، خب ایمیل میکنه براتون، اینجا میاد بیرون، کلا از سایت میاد بیرون. برنامه گراپوستر رو باید یعنی بریزید. چجوری بریزید؟ حالا اینجا نمیشه دانلود گراپوستر داخل سایتش، اینو بزنید. حالا گوشی، اه، کامپیوتر داره، نسخه های مختلفی داره، اونو میریزید و وارد گراپوستر میشید. صبر میکنیم که وارد گراپوستر بشه. با الان نگاه کنیم، من مثلا با نت مخابراتم و اینکه حالا بذار اینو روشن کنم. خب حالا مثلا حذفش کنم من. اول که وارد این برنامه میشید، یه همچین چیزی، یه همچین تصویری باش مواجه میشید که اون کده رو باید بزنید اینجا. اون کده رو کپی میکنید. خب میایید داخل این وی آی پی، اینو یک کلیک بزنید روش، یه لودینگ میاد که بعد چند ثانیه اینجاها، خب این قسمت رنگ مثبت رو کلیک میکنید. اینجا که کلیک کردید میگه کد رو بزنید، اینجا کپی پیست میکنید و ریدیم رو میزنید و بلافاصله میایید شما بیرون. چند تا اوکی ازتون میخواد، میایید بیرون. اینجا که بزنید قشنگ نوشته 30 روز، شما 30 روز اشتراک دارید که من رو تازه خریدمش، نه 24 ساعتش کم نشد. بعد اینکه این کار رو کردید، شما دیگه خیلی کاری ندارید که انجام بدید. ابتدا میایید داخل گیم، قسمت گیم. خب میرید داخل، حالا این برای پی سی، میرید داخل پلی‌استیشن. خب اینجا رو کلیک میکنید، میرید داخل پلی‌استیشن. هر بازی که اینجا دارید و مثلا ما الان میخوایم کال آف دیوتی بازی کنیم، من میخوام مناسبه کال آف دیوتی باشه. این قسمت کال آف دیوتی رو بوست میکنید، بوست میزنید، اینجا براتون میاره. خب با هر اینترنتی که هستید، کنسول هم باید به همون اینترنت متصل باشه. خب
حالا تا این داره بوست میشه شما میایید داخل یه چند لحظه وایسین. من اگر این کاری که انجام دادید بوست کردید میرید وارد قسمت اینترنت میشید، نتورک. قشنگ برم میدم وارد ستینگ میشید، وارد قسمت نتورک میشید، داخل ستینگ میرید خب و ستاپ اینترنت کانکتینگ رو میزنید. خب اینو که زدین اینترنتتون یه دکمه شیر داره، این دکمه شیر اینجا میزنید. خب اولین گزینه کلیک میکنید و وارد یک سری از آی پی آدرس ستینگ و یا دی ان اس و اینا رو اینجا که وارد میکنید اینجا وارد اینجا میشید. قبل از اینکه این کار رو انجام بدین حالا مثلا بذار من یه دیسکانکتش بکنم. خب اینو براتون توضیح بدم. حالا قبل اینکه این اتفاق بیفته این رو بوست کال آف تیم کلیک میکنید، میره داخل بوست، بوست میشه اینجا آی پی آدرس بهتون میده، دی ان اس بهتون میده، اینا رو همه رو سر جایی که بهتون گفتم قرار میدین، همش رو سر جای توی کنسول قرار میدین به صورت کد و دی ان اسش هم همین 666 رو میزنید. اوکی میزنید، همزمان که وصل کنید اینجا هم بهتون پکیج گاز نشون میده، هم بهتون الان نکنید، هم بهتون چیز نشون میده، چی اسمش، هم بهتون پینگ نشون میده. الان من 136 تا پینگ دارم، 0% پکیج لاس. خب اینجا هم کانکتینگ میشه، همزمان جفتش هم با یه وای فای باید متصل باشه. موقعی که متصل شد تمام کارتون هرچی آپدیت داشته میتونید انجام بدید. موقعی هم که میرید تو کالاف راحت وارد کالاف میشه. تست گیمش هم براتون میذارم، شما هم که دارید اینجا رو مشاهده میکنید. خب امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه. تا حالا امیدوارم که نتا درست شه و با هم دیگه دور هم باشیم و بتونیم هر کاری که یعنی بتونیم با هم دور هم باشیم، گیم بزنیم و لایو بذاریم، استریم کنیم. دوستتون دارم. لایک، کامنت، سابسکرایب فراموش نشه. تا ویدیوهای دیگر بدرود. آقا ببخشید من یه چیزی یادم رفت بهتون بگم. اگر درصدی وارد بازی نشد یا پینگ نتونستید بگیرید، با دی ان اس هایی که براتون میذارم اینا رو بزنید. من خودم تست کردم، قشنگ پینگ خوبی بهتون میده. اینا رو بزنید راحت میتونید برید داخل بازی. میتونید هم با دی ان اس هایی که دارید و میدونید هم میتونید با اونا هم بزنید. لازم نیست فقط 666 باشه. آره هر دی ان اسی که بزنید براتون میاره. یا علی بدرود. Enemy soldier incoming. Mark a drop point for your squad and hit the silk. Gas is approaching your position. Move to the safe zone. Head for my waypoint. Primary objective is to eliminate all targets. Squad mate has entered the gulag.
They'll need to survive to Destination redeploy. marked. Secure the supply boxes. Locations are marked on your TAC map. Your squad mates failed their mission. They're headed back to base. Buy me back.